اوس، صدای احترام، نه ترس، نه شار. سالها گذشته ولی اون نظم هنوز پابرجاست. هانشی، راه تو روشن‌تر از شمشیره. نامت یعنی قدرت، یعنی قلب تمرینه. من از تاتامی شروع کردم، با زانوهای زخمی، با هر شکست ساختم، با ایمان و بیرخمی. هانشی گفت قدرت یعنی زن نماشت، هر دردی شد راهی برای رسیدن به رشد. اوس یعنی عهد، نه فقط یه صدا، یعنی ایمان، یعنی راهی که ارزش داره. تو یاد دادی سکوت خودش فریاده. نظم یعنی تاجی که رو سر استاده. هانشی، نامت یعنی قدرت و وقار، یاد تو موندگار تا همیشه یادگار. او صدای دل ماست، هر شاگردی که پا داد. راه ادامه داره تا وقتی ما هستیم یاد تو زنده. تو گفتی جنگ واقعی با خودت نبارقی، همون شد مسیرم هر روز یه حرف. با هر عرق و هر درد، با هر افتادن، خودم رو ساختم توی هر ایستادن. بدن فقط ابزار، روح کارات یعنی ایمان. هر شاگردی که فهمید با دل میمونه جاودان. راه تابت با احترام ادامه داره، هر موس ما رو جلو میبره، مسیر ما روشنه. هر شاگردی که پا داد، راه ادامه داره تا وقتی ما هستیم یاد تو زنده. با احترام دیانت ها، ما ادامه راه تویی تا انتها. میلاد رضوی، شاگرد وفادار، با هر اوس میگه هنوز پا بر جای. هانشی، محمد حجتیان، معنای واقعی کاراته، نه فقط یه عنوان بلکه راه و ایمان ماست. بوس بده.